سلام بچه ها. ما خیلی یهویی تصمیم گرفتیم که با دوستان بریم تهران. الان ساعت 11:30 شبه، ساعت 6 بلیط داریم و من هیچ کاری نکردم. اتاقم خیلی به هم ریخته است. مامانم رفته است انباری برام چمدون بیاره و کلی کار دارم انجام بدم دیگه. بعد وسیله هامو جمع کنم، کارامو انجام بدم، برم دوش بگیرم، ببینیم چی پیش میاد. خب بچه ها دارم وسیله هامو جمع میکنم که بذارم تو چمدون چون این شامم بخورم. و بچه ساعت 2:40 هامو تقریبا خوش کردم. دوستان دوربینم خیلی کثیفه، دستم پره، نمیتونم پاکش کنم و همینطور که میبینید داریم بریم سر خیابون. مسیر رو گم کردیم و با کلی ساک تو زل گرما تومون یکم تون بیا. A few moments later. شما غذا میخوریم؟ من نیستم. وای چقدر قشنگه. سلام. خوشگله من کمک خواستی بگو بیم کنم زندایی پیشنهاد بده ما فردا کجا بریم؟ برای عکاسی یا برای تفریح خوشگذر؟ تفریح خوشگذر. ما خونمون رو درست میکنی؟ خوشگله من. سلام دوستان، ما الان رفتیم ایرانمال، برگشتیم با بچه ها لش کردیم. فردا صبح هم میخوایم بریم دربند. همین. آره چون شاید هم رفتیم کافه سعادت ها با تمیز معلوم نیست. بایی The next morning. میخوایم بریم دربند احتمالا. همین بلند شد دیگه. داریم آرایش میکنیم که بریم. میخوایم از سمت میدونه مترو آزادی بریم بعد بریم سمت کلاه. بریم به سمت بازار. میدونه آزادی اصیل اون کاری ما همون زن بچه ها ما اومدیم توی ایستگاه مترو. میخوایم بریم کجا؟ صادقیه ازش هم بازار 15 خرداد لباس بخریم. اصلا تو مترو هستم. مترو رو نشون بدیم بهشون. جیب سمنوم از سوهان بدون شکر آه امروز از شما باز کنیم که خیلی من دوست داشتم مترو تهران، خیلی جالبه. خط سرا رو باید برید خب دوستان، از اونجایی که ولاگ ما بر مبنای حقیقته داشتیم تو بازار میتابیدیم، یه چند تا خرید کردیم. مامان پرنیه چون برامون شده بود. دوستان ما الان سوار تاکسی شدیم که بریم دربند.
بچه ها دوستم داره آیت الکرسی میخونه ترسیده منم که نمیتونم چرا ما خوشحالیم نه چیکار کنم بالا The next day. بچه ها الان اومدیم چیتگر دریاچه خواهیم بریم بازی کنیم فکر میکردیم تعطیله ولی خدا رو شکر بازه منم همینطور میترسم بچه ها ما بلیط گرفتیم که بریم چرخ و فلک خوراکی هم خریدیم که بریم اونجا بخوریم به دوربینی نگاه کن آقا نگهش می‌داری؟ اسمش چی بود؟ چرخ و فلک فنیا بوس بفرست برامون تا همینجا هم خوب تونست به نظر من بده مهدی بیا باید بیان بگین تو حساب نداری تو حساب تو شاید قطع شده نه خیرم راست آقا من اصلا ببینید نه دستتون در نکن ببینید مامان جون چه غذایی درست کرده نه این چه حرفی The very next day. بچه هم با خاله پرنیا اومدیم تا مترو الان داریم مترو برج میلاد من اصلا حالا سرما بودم هم دوستم صندلیاش خیلی راحته به خدا با این صندلیاش ما کی بفرما گرفت مخصوصا کوچولوها بچه‌ها گوشم گرفت طبیعیه به خاطر فشار هواست باشه راهکارشو میخوام بگم راهکارش اینه که آب دهنتون رو قورت بدین درست شد نه با شما قورتت خرابه یکی دیگه فقط دیواره رسیدیم ارتفاع 280 متر سکوی دید باز از این طبقه به بعد بازدیداتون شروع میشه درک باشید با احتیاط بیادش بچه من گوشم گرفت
10 minutes later. وجود داره تا 1000 تا از خودتون رو میتونین ببینید. اما پشت سر من 5 تا دالان هستش که فقط یکی از اونها به مسیر اصلی و تالار بعدی راه پیدا میکنه. بفرمایید امتحان کنید به مسیر اصلی برسید. چه باها کیفمو بندازم روشونه. دوربینم داره. کارای بد نکنی. اوکی. باید اینطوری ببینیم. یکم حالا این شکلی شد. به خاطر همین عدم تعادل یا سرگیجه. اینجا مجسمه ابوالقاسم فردوسی رو داریم که اصل این مجسمه در توس قرار داره. این سمت هم سمت راست من 7 قوم اصیل ایرانی که شامل ترکمن، آذری است. من هم مجسمه جوکری یا پرسپکتیو پول داریم. پول اولمون فولادزر است. وقتی به دنیا آمد مادرش با استفاده از سحر و جادو رو روی کرد و تبدیلش کرد به قول تا کسی نتونه پسرش رو شکست. اما در آخر به دست امیر ارسلان نامدار پهلوان ایرانی با استفاده از نقطه ضعف خودش شکست خورد و روشن بودنش ازش گرفته شد. حالا بیایید سراغ پول دوم. پول دوم در واقع کابوس بچگیامونه. نمیخوابیدیم مامانامون کم میآوردن. گفتن یا میخوابی یا میرم در بازوکا لولو میاد میبرن. همون لولو. برخلاف گفتار مامانامون نه بچه میخوره نه بچه میدوزه. در واقع نگهبان شهر افسانه است. جنسش از سیلیکونه، نزدیکترین جنس پوست انسان میتونه بیاین جلو بهش دست چشمش چه رنگیه؟ سبز. دوستان اینجا چند دقیقه من به لطف جادوی افسانه ها و قصه ها توانستم پس از 1001 شب قصه گویی روح آزرده پادشاه را درمان نمودم. دختران بیگناه سرزمینم را از مرگ و کشتار حتمی رها می‌بخشم. پس هرچند این چنین داستان‌هایی گوش بده برام و اما این ملکه شما آدم ها دوزیه جا بمونید افسرده میشید. حالا ببین فکر شما که عنوان 1734 سال 2 ماه 3 روز و 3 ساعت توی هیچ نقشه‌هایید. چرا الان کاری کردی که بیام بیرون؟ نمیتونم. آرزوی اولم اینه که به دختر پادشاه هست. آرزوی دومم اینه که بشنم تخت پادشاهی. نگران نباش ارباب، آرزو تو برآورده میکنم. راست میگی؟ 1 2 3 ارباب تقریبا 2 سال و 4 ماه و 3 روز و 14 ساعت. سومم اینه که دیگه به کسی نگی ارباب. تو بامزه‌ترین و بانمک‌ترین. ارباب یعنی اینکه دیگه قرار نیست برگردی تو این چراغ و برای همیشه آزاد میشی. واقعا یعنی خاک این وطن
دست تو با دستای من، نفس نفس بوی تنت، بهانه یکی شدن. خاله پرنیا جان دعوت شد ایشون پس گرفتیم 2 دست این طوری بدیم خاله بفرمایید. The next morning,